دسامبر 2003 وقتی حیدر علیوف در بیمارستانی در کلیولند آمریکا درگذشت، کمتر کسی تصور می‌کرد که دومین فرزندش یعنی الهام علیوف قرار است پایه‌های یک حکومت موروثی بلند مدت را پیریزی کند. محترم پرزیدنت جناب عالی başkomandan فخری قراول مراسم حاضرdır. فخری قراول رئیسی کاپیتان سفرov. الهام علیوف جاه طلب از همان ابتدا تلاش کرد تا قدرت و ثروت را در خاندان خود متمرکز کند. او به واسطه تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی آذربایجان در سال 2009 اینک در آستانه 20 سالگی حکومتش قرار دارد. فسادهای اقتصادی علیوف و خاندانش زبانزد خاص و عام است. تنها در یک مورد طبق اسناد لورفته موسوم به پاندورا، علیوف و همکارانش معاملات زیادی در انگلیس به ارزش 400 میلیون پوند داشتند که فقط سود خالص از فروش املاک در این معاملات 31 میلیون پوند بوده است. البته علیوف اخیراً در یک سخنرانی از خود به عنوان یک تاجر خوب یاد کرده که پس از ریاست تجارت را به خانواده‌اش منتقل کرده است. مرشد علیوف کسی نیست جز رجب طیب اردوغان. در سالهای اخیر گویی جمهوری آذربایجان رفته رفته به یکی از کنفدراسیون‌های ترکیه تبدیل شده است. تلاش برای الغای این همانی ترکیه و آذربایجان در یک دهه اخیر جهش بی سابقه ای یافته. سفرهای مکرر اردوغان به آذربایجان و شعرخوانی‌های تحریک‌آمیز او در کنار تأسیس و تقویت سازمان کشورهای ترک تنها بخشی از ما به ازای بیرونی این سیاست بوده. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Aras'ı ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. اسرائیل نیز یکی از عنصرهای پررنگ در روابط خارجی رژیم علیوف را شکل می‌دهد که مبتنی بر سیاست اشتراکزایی میان صهیونیسم با جمهوری آذربایجان است. رژیم صهیونیستی به واسطه همکاری تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی با باکو تلاش دارد تا اهداف ژئوپلیتیک خود در قفقاز را به منظور فشار به ایران محقق کند. در مقابل علیوف از این رابطه تایید بیشتر غرب را می‌خواهد. تل‌آویو همچنین به آذربایجان به عنوان پایگاهی برای ضربه به ایران می‌نگرد. برای نمونه روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده که پهپادهای اسرائیل برای جاسوسی از سایت‌های هسته‌ای ایران از پایگاه‌های جمهوری آذربایجان استفاده می‌کردند. از طرف دیگر جنگ قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان را میتوان نقطه عطفی در سیاست‌های رژیم علیوف برای تغییر واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه خواند که آنکارا، تل‌آویو و لندن مشارکت پیدا و پنهانی در آن داشتند. کریدور زنگزور خواسته اساسی آذربایجان از این جنگ است که با هدف اتصال جغرافیایی ترکیه به جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی صورت می‌پذیرد. این امر با هدف از بین بردن مرز ایران و ارمنستان و قطع ارتباط ایران با اروپا انجام می شود که زمینه را برای وارد کردن ضربات جدی به منافع حیاتی چین، روسیه و ایران در حوزه‌های ترانزیتی، انرژی، قومیتی و همچنین در راستای توسعه ناتو مهیا می کند. جمهوری اسلامی ایران اما به صراحت تایید کرده که اجازه تغییر مرزها در قفقاز را نمی‌دهد. علاوه بر اظهارات قاطع رئیس جمهور ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در دیدار با اردوغان این مسئله را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران خواند. باکو به همین اندازه بسنده نکرده و هر از گاهی بر طبل خواسته‌های تجزیه طلبانه و پانترکیسم می‌زند که این مسئله نیز از دید ایران پنهان نمانده است.
علیرغم مدارای ایران با الیوف پدر و پسر در 3 دهه اخیر، اما برگزاری مانور نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی ارس حاوی یک پیام روشن برای باکو بود. پیامی که واکنش سراسیمه الهام الیوف را در پی داشت. و bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Silinib ya yox. Bu yazı buradan silinməyəcək. Mənim qanım da burada töküləcək, bu yazı silinməyəcək. شیعه ستیزی سیستماتیک رژیم باکو چه در سرکوب مردم و چه در سکولارسازی و وهابی سازی دستوری جامعه آذربایجان نمود دارد. حکومت الیوف به صورت سازمان یافته با نمادهای مذهبی و عزاداری شیعی مبارزه می کند و در صدد جایگزینی نمادهای ناسیونالیسم برآمده است. الیوف گروه‌های مقاومت آذربایجان مانند حسینیون که در مبارزه با داعش و تکفیری‌ها ایفای نقش داشتند را تروریست می‌خواند. اما در جنگ قره‌باغ با همکاری آنکارا از تکفیری‌های حاضر در سوریه استفاده می‌کند. Ya Rab səlləm. İran köpəkləri çünki bilir ki bizlər Azərbaycanda çoxaldıq, İranı inşallah fəth eləyəcək. الهام الیوف در 2 دهه اخیر چهره دیکتاتوری را به نمایش گذاشته که البته برای غرب چندان حساسیت برانگیز نیست. مایکل روبین عضو ارشد اندیشکده امریکن انترپرایز در یادداشتی می‌نویسد شباهت‌های موجود میان صدام و الیوف را به سختی می‌توان انکار کرد. صدام سالها قبل از آن که به یک دشمن قسم خورده بدل شود، وزارت امور خارجه آمریکا را مفتون خود ساخت و آنها به او به چشم یک چهره میان روی عملگرا می‌نگریستند. الهام الیوف باید از سرنوشت صدام حسین به خوبی درس عبرت بگیرد. جاه طلبی‌های او می‌تواند برای او بسیار گران تمام شود. مخصوصاً وقتی اسرائیل و غرب به خوبی نشان داده‌اند یار گرمابه و گلستان هیچ کدام از متحدانشان نیستند.